سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به کانال علیرضا طاهری‌زاد. امروز اومدیم با پادکست جدید، قسمت سوم از پادکستمون به نام گپلاین. از این به بعد اسم پادکستمون شد گپلاین و قرار موضوع قمار و مشروع بررسی کنیم با 3 نفر از دوستانمون و بریم که داشته باشیم و خب سوالای مختلفی ازشون میپرسیم که ببینیم چطوری میشه. اولین سوالو بریم که بپرسیم از آقای مبین. خب جناب مبین، شما نظرت راجع به قمار چیه و بعدم مشروب میپرسیم. خوبه، جفتشو دوست دارم. قمار خب پول راحته دیگه، یعنی تو یه پولی میذاری و حالا بسته به ضریبی که داره، مثلا ما خودمون وانیکس بت کار میکردیم زمانی، البته که رفقامون هم لپتاپ و موتورشو داد سر این قضیه، ولی خب کلا پول خوبیه، راحت میاد راحت میره. آره از رفیقتون بگاه رفتن؟ آره دیگه بگاه. البته خب بعضی از رفیقام هم بودن که مثلا با همون قمار خدای 206 خریدن، حالا من نمیدونم ولی میگن خوبه. نه ما که ندیدیم والا. راجع به الکل هم حالا بعداً بیشتر راجعش میپردازم، الان بیشتر راجع به قمار داریم صحبت میکنیم. ولی خب الکل هم اونم حال میده. کلا ببین نباید سخت بگیری، من ازم زندگی همینه، هر چی که دلت میخواد، حالا در حد مثلا اینکه حالا احتیاط پیدا نکنی اوکیه، احتیاط پیدا کنی بده، ولی خب به نظرم قمار و الکل خیلی چیزای میتونه باحالی باشه اگه میگم حدش رو رعایت. آره دیگه، مثل رفیقمون بگاه نری. الان فرار کردی، معلوم نیست کجاست، ولی خب حالا نوبت آقای امیره که از ایشون بپرسیم راجع به قمار نظرتون و بعد راجع به الکل. قمار یه اعتیاد عجیبه، یعنی بعضی انقدر معتادن نمیتونن ترک کنن، یه اعتیاد خیلی عجیبه. بعضی هم میبازن برای جبران. کمپ هم داره قمار، کمپ ترک اعتیاد قمار، مشاوره میدن، مشاوره میدن چجوری ترک کنی. به نظر من من تا تنها باری که شرط بستم سر ترامپ بوده و باید ترامپ رئیس جمهور شد. یه بارم ترکیبی فوتبال بستم بردم، یه بار دیگه بستم دیگه سودام و باختم. نه بیشتر تو سودم دیگه، هم سراغ قمار نمیرم. الان 1 سال ول کردم تو سود ول کردم دیگه، اصلا تو سود ول کردم. خب راجع به الکل چه نظری داری؟ چی میخواستم بگم؟ راجع به الکل بفرمایید. الکل بده، هم گرونه فقط بخاطر هم سرت گیج میشه نمیتونی رانندگی کنی، هم مردم بهت میگن مستی. بله داداش، فقط همین، هم اصلا هیچی نمیفهمی زندگی کردن و یعنی زندگیت به فنا. آره به فنا، مغزت نابود میشه. من مخالفم، الکل آشغاله. به صحبت شما با ایشون. خب جناب یونس، نوبت شماست. نظرتون راجع به قمار و بعدم الکل بفرمایید. اولا که راجع به قمار یعنی یه کلا مثلا مثل پاسور بازی، تخته، شطرنج، نه یه بازی تفریحیه، ولی اگه بخوای شرطی بازی کنی خب میشه قمار. و شرطی یا پول 1000 تا شرط، یا جونه، یا دلستره، یا شرط معنویه. آقای امیر مخالفتشو اینطوریه. نه اینا شرطیه. خب جناب یونس، نظرتون راجع به الکل و قمار رو بفرمایید. قمار خیلی بده. یکی از رفیقای من کونشو سر قمار به باد داد. نه شوخی کردم، جونشو دعوا کردم. اینها قمار کلا مثل امیر جون که گفت، مثل اعتیاده واقعا، مثل سیگاره، نمیتونی ترک کنی، خیلی بده. حالا من کمپ ترک اعتیادشو نمیدونم. این که از قمار من نباش خیلی مخالفم، نه یعنی موافقم 50 حالا، ولی به نظرم ضرره. تو بیت کوین آدره بهتره. بعد راجع به شراب حرام است در اسلام. مسلمان مگر شما دین نداری؟ شما میگید الکل کلا مخالف، آزاده باشی. شراب حرامه، ما لب نمیزنیم به شراب، ولی یه ذره پک با شرق اشکال نداره تهش. القیومی. خدا بله خب، نظر دوستان راجع به سوال اولمون شنیدیم. حالا میریم سراغ سوال دوم و از آقای مبین دوباره میپرسیم.
خب راجع به سوال دوم از آقای مبین این که نظر اضافه چیزی اگه دارید بگید. ببین من نمیگم که الکل مثلا زیادش خوبه یا نه، خوب نیست هر چیزی زیاده روی، ولی مثلا در حد این که آقا مثلا یه روزی از سر کار اومدی آقا خسته ای، اعصابت خورده، با زن دعوا کردی، خب یه تپه یه نه دیگه خوابت هم نمیبره. آره یه تپک میری بالا بعد یا زنهای دیگه آره بعد دیگه آروم میشی. ولی من فکر میکنم که اگه کم بخوری اوکیه. و من اگه به نظرم اگه مثلا حالا راجع به قمار اگه مثلا 1 میلیارد پول داشته باشم، من فقط کاری که میکنم اینه که 100 میلیونشو میذارم تو قمار. بله. و روی شرطای مطمئنم میذارم با ضریبای کم. خب بعد اون سودی که گرفتم و سیو میکنم، دوباره با همون 100 میلیون کار میکنم. یعنی طوریه که در دراز مدت احتمال این که ضرر کنم اون 100 میلیون خیلی کم ولی میشه. درش تقلب هم هست. تقلب نه دیگه ببین نه آره اون سایتشه دیگه. اون مثلا تو اگه تو وان ایکس بت که جهانیه بری خب دیگه تقلب کمتره. فیلم پیکی بلندرز دیدی؟ آره پیکی بلندرز تو اون تقلب بود تو شرط بندی های فوتبال و اسب و اینا. آره تقلب هست. نه الان اونا توهمه دیگه. فوتبال الان خیلی خوبه اصلا تقلب و اینا توش درش نیست. نه قماری درش نیست. توتای دفکار نیست. آقا یونس نظرتون رو بگید. نظرتون. من قبل از نظرم میخوام یه شعر زیبا بخونم، نظرم رو بگم. بله بفرمایید. کیرای بزرگ مردت میکنن، مردای بزرگ کیرت میکنن. اصلش اینه. عشقه. مستمایشون خوندن. و کیرم تو صدا. کیرم تو نظرهای همتون. همین بود نظرشون؟ نه میخوام بگم. بله نظرشون رو خیلی صریح و بی پروا گفتن. نظر دارین هنوز؟ من فکر کردم تموم شده. ببخشید. ببین راجع به قمار میخوام بگم آدمی که قمار میکنه 100% معتادم هست. پس بیایم اینجا از سیگار هم حرف بزنیم. مگه میشه پاسور بندازی وسط سیگار نکشی؟ به اصل قمار تخت نرده. هر کی اونو بلد نباشه، من خود بلد نیستم، یعنی زندگی رو باخته. خودت قمار این کل حرفمه. خودم قمار دوست دارم، فوتبال و اینا ضرایب بالا، ولی فوتبال خارجی، ایرانی همش سیاسی و کس و شعره. راجع به شرابم بگم آدم بخوره 1 پک 2 پک، ولی با کی؟ با اونی که اهلشه. مستی قشنگه ولی با آدمش، مخصوصا اون. خب آقا یونس نظرشون گفتن. حالا میریم سراغ آقا امیر. بفرمایید آقا امیر. راجع به قمار، قدیم بچه‌ها رو قمار میکردن، یعنی تو جاهاشون عوض میکردن جاشون قمار میگفتن قمار. هم به جای مای بیبی قمار بود. آره 2 تا معنی میده قمار. نه یعنی پدوفیل. نه یعنی قمار میکردن مای بیبی بوده. حالا بعد قدیم چیز میکردن، یه استخونی مینداخت. قدیم یه استخونی مینداختن باش قمار میکردن. یه استخونی بوده همجوری پرد میکردن روش قمار. میگم با پای مرغ و نمیدونم پا مرغ قمار میکردن. مرغا خروس جنگی میکردن. خیلی باحال قمار. ولی اگه پول زیاد دارین قمار نکنید، حیف پولات. اگه 1 میلیارد داشتی چیکار میکردی؟ 500,000 تومن میذاشتم. نه شادم کم. 500,000 تومن میذاشتم تو قمار که رو 1 تومن میامدم بیرون. ماشاءالله ایلان ماسک فکر میکنید. ماشاءالله در آینده عاشقشم. و که شما کی هستی؟ نه باشه. خب جناب مبین، سوال سوم این که شما نظرتون راجع به الکلایی که در پارتیا سرو میشه و کلا پارتیا چیه؟ پارتیای مختلف اینا. ببین پارتی کلا یک راه خوبه برای تخلیه انرژی. خب ولی خب بعد حواست باشه دیگه اونجا خیلی سیامست نشی که آبرود بره. مثلا یه بنده خدایی بود سیامست شده و تو پارتی میرفت جلو دخترها میگفت میاو
آره قشنگ همینطوری. آره صدای گل. آره مثل یونس سیامس شده و تازه شده بود مثل هوشیار یونس، یعنی در این. آره بعد ولی خب نمیگم بیاد مراقب باشی. ولی خب خوبی پارتی که اونجا چیزه میدونی چیه؟ الکل چیز میشه مجانی برات در میاد. یعنی تو کافیه بری تو پارتی. من که رفیقام رفته بود و اینجوری با خوش بطری برده بود اونجا، بطری رو پر کرده بود بعدن رفت استفاده کرد همش یعنی دزدید. آره تو آمریکا یا نه ایران؟ تو ایران. آره واقعا رفته بود تکیله ها رو ریخته بود توی بطری آب معدنی، بعد زیر کتش قایم کرده بود اومد بیرون. چون غیر قانونیه دیگه مجانی در اومده دیگه. تو پارتی میری اونجا میزنی میرقصی، یکی پول اونا رو داده دیگه. آره این خیلی خوبه بچه‌هایی که مخالف الکلن به این قضیه فکر کنن. اگه مجانی در بیادم آیا مخالفید یا نه؟ بعید میدونم. و کلا انرژیت خالی میشه. خوبه. آره خوبه. شاید که میگم دیگه مثلا حول بازی در نیاری دیگه. جناب یونس این سوالی که از آقای مبین پرسیدیم در مورد پارتی و الکل رو بفرمایید نظرت. پارتی و الکل که خوبه، ببین میره اونجا میخوری چون باید مستی دیگه، باید بیفتی کنی. ولی به نظرم شراب خوبه ولی اندازه داره. اینم یه شعر قشنگ. ببین در کل شراب یه چیز خوبیه ولی عرق هیچ وقت نخورید چون عرق سگی میندازه تو. خب چه فرقی؟ منم تا حالا خیلی حق دارم، من که نخوردم ولی یکی از رفیقام خورده بود میگه عرق خیلی بده، عرق سگی میارم بعد ودکا و اینا مثلا رفیقام میخورن یا ودکا مثلا این چیزا اینا اگه عادت داریم بخورین. یکی بود تو قهوه خونه یه بار میگم من شراب میخورم عدش سیرابی میخورم. گفتم نمیمیری؟ گفت نه با سیراب پسته خیلی حال میده. و مثل من حالا نمیخورم، مثلا همیشه نخورده مست باشی تا هوشیار شین. خداحافظ. شعر نگو شاعر میشی تو چی؟ ماهر میشی. بله آقای مبین دیستون کم و حالا نوبت آقای امیره. اگه تو پارتی یکی مجانی بده میبری تو یخچال خونه با شام میخوری با یخ با کنار شام مشروبا در کنار شام تنها میخوری کم کم. بعد عشق میکنی به جای پول دلسته رو نوشابه عشق هم میکنی. لحاظ تو این اوضاع اقتصادی به صرفه قشنگ عشق میکنی. آره به صرفه. دوستای من مشروب میکشن همشون. چند تا مشروب میکشن همشون مشروبی. دو سه نفره دوستای منم اسم و فامیلشون هم بگو. دوستای منم یه زمان میخون سید مهدی حسین نژاد، محمد علی کامرانی. اگر این ویدیو رو ببینن ناحیه بسیج مشروب نخور. اگه ویدیو رو ببینن میگم مشروب بی الکل بخور. یعنی چی؟ چون بی الکلش بهتره. چیزی وجود داره. آره مشروب یعنی شراب انگور. شراب آره مشروب کشیدن رو ترک کنید. خداحافظ. دوستان به آخر این برنامه و پادکست رسیدیم و از دوستان میخوایم همه دیگه نظرشون رو بگن و اگه حرفی دارن بزنن راجع به این موضوع که دیگه خداحافظی کنیم. ببین من کلا مخالف نه الکلم نه قمار. به نظر من آدم هر کسی حق انتخاب داره و فلان و اینا. هر کسی حق انتخاب داره دیگه. تو اگه محدودش کنی عقده‌ای میشه، به نظرم بدتر میشه. مثل جامعه ما که الکل توش محدوده و وقتی به دستشون میرسه دیگه عقده‌ای شدن. ولی من فکر میکنم هر چیزی اندازش اگه رعایت کنی اوکیه دیگه. مثلا نظر علمی هم اثبات شده که یه مقدار الکل در خون حالا اونقدر زیاد چیز نمیشه. ولی خب میگم بعد اندازه رو رعایت کنی و اینا دیگه. من نظرم اینه. حالا بچه‌ها ببینیم چی میگن دیگه. مثلا یونس موافقی؟ چی میگی به من؟ بفرمایید. من موافق شراب و قمار نیستم، مخالفشم نیستم. میگم 50-50 به قول تو اصلا نباید محدود کرد. ولی من اصلا الان ببین این شراب و قمار آدم میره میخوره میکنه. ما این همه کار کردیم. من کس میخوام الان. یه کس گیرم نیومده. گیرم تو این پادکست.
جناب امیر شما نظر آخرتون رو چون مردم جنبه ندارن میگم قمار مخالفم، الکلم 90% مخالفم. اگه جایی مثلا سوغاتی میارن چیزی با تو یخ بخورین، تو یخ بخورین الکلشو بگیرین همه کارشو بکنین. آره الکلشو بگیرین جناب یونس با شام بخورین، هر کار میخواین بکنین ولی به کسی نگین. رپ میگین. آره بخوریم بکنیم بمالین بپوشین بسازین تو ماشین روناشو بمالین. میگم آروم بیارینشون تو ماشین یکم لاس بزنیم بعد خودشون بیان نزدیک، بعد بغل کنین پهلوها و رونا همه جا آروم بمالین، بعدم لب بگی اگه پا نداد خدا میگی. خب دوستان این پادکست کلن به فاک رفت دوستان. اینا دهن منو سرویس کردن، یه مشربانی من دیگه دوستان عمرن با اینا باهاشون پادکست بگیرم. و دوستان شما خداحافظی نمیخواین بکنید دوستان؟